سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه 34م مهندسی جهل رو آغاز میکنیم. امیدوارم که در این تلاش برای درک واقعیت‌های جهان تمدنی مکتوب ترک یا تمدن مکتوب ترک ها بتونم قدمی رو بردارم، هم نسبت به شما دوستانی که علاقمند به این موضوع هستید و هم نسبت به خودم، برای اینکه من فکر میکنم تا زمانی که در یک زمینه روی خودمون سرمایه گذاری نکنیم نمیتونیم پیشرفت رو ببینیم. البته پیشرفت مونده که به چه معنی ما بخوایم انجام بدیم، ولی به هر معنایی که بخوایم پیشرفت رو تفسیر و ترجمه بکنیم برای خودمون، اون پیشرفته برای ما اگر در اون مسیر بتونیم موفق بشیم. من اگر یه روزی بتونم کتاب‌های خطی تاریخی قدیمی به زبان ترکی و عربی رو به آسونی زبان فارسی حتی بهتر بخونم و بتونم بفهمم، درکش بکنم، تنها خوندن مهم نیست، بلکه درک کردن اون مسئله هم مسائلی هم که مطرح کردن به همون شکلی که نویسنده تلاش میکرده ذهن خودش روی کاغذ از طریق کلمات به ما منتقل بکنه. اگر به این موفق بشم فکر کنم که به هدفی که برای خودم الان مشخص کردم برسم. البته من سالهاست که هدف این که زبان ترکی رو خوب یاد بگیرم رو با حروف لاتین و با حروف عربی رو خواندن، نوشتنش رو و درک کردنش رو برام خودم سرمایه گذاری کردم تا یه حدودی در این که بنویسم و بخونم، به خصوص با الفبای ترکی عربی موفق بودم. ولی الان قصد من یک چند قدم بیشتر جلوتر هستش و اون اینکه خیلی تخصصی‌تر بتونم کتاب‌های خطی تاریخی رو به زبان ترکی و عربی بخونم و بفهمم و بعد بتونم، حالا به عنوان یه شغل شد نشد، حالا اون یه چیز دیگه است، که بتونم ازش سرمایه در اون. تا مهمترین سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاری که میکنم اینه که روی خودم کار میکنم، یه چیز جدیدی رو یاد میگیرم که تا الان روش اصلا فکر نکرده بودم و یا نمیدونستم که وجود داره و این خوبه که الان بخوایم سرمایه گذاری بکنیم روی خودمون و من روی خودم این کار رو دارم انجام میدم و فکر میکنم که حالا ممکنه که از طریق این شغلی هم بتونم پیدا بکنم. این هم یک چیزیه که بسیار بسیار اهمیت داره. حالا با اجازهتون ما در چند روز گذشته هر روز 2 کتاب رو معرفی کردیم. دیروز تقریبا 3 کتاب رو معرفی کردیم. برای خود من هم جالب بود که برای اولین بار با این کتاب ها روبرو شدم. اجازه بدید الان بگیم دانلود و ببینیم که در اونجا چه کتاب هایی رو میتونیم پیدا بکنیم که خب ما فکر میکنم که مشق و ایغور سلاطین شمایلی، دیوان شهر علی مرتضی رو اینها رو خوندیم. دیروز اشاق صفا رو خوندیم که شعر بود به زبان ترکی، یه آدمی نوشته بود و بعد فرایض رو دیدیم که در رابطه با نماز و احکام نماز اینها بود در 546 صفحه که خیلی تخصصی بود و دربارش صحبت کردیم. گلستان سعدی رو وقتی باز کردیم و ورق زدیم تا حدودی، نه اینکه فرصت نمی‌کنیم تمامی صفحات رو ببینیم، ولی در این کتاب برای اولین بار من دیدم که 2 کتاب 2 ترجمه از گلستان رو در داخل یک کتاب قرار دادن و خب برای من خیلی جالب بود و البته خطشون متفاوت بود، سبکشون هم متفاوت بود، ولی کتاب جالبی بودن. حالا با اجازهتون دوباره بریم 3 کتاب رو امروز باز بکنیم. البته من یک تفکری تو مغزم داره میچرخه که امیدوارم بتونیم در روزهای آینده به اون بپردازیم. اونم این که آنلاین تو همون کتابخانه آذربایجان کتابخانه است سرچ بکنیم، جستجو بکنیم که آیا کتاب‌هایی در زمینه فلسفه، ما در زمینه دارو و درمان و شعر و ادبیات و زبان و ترجمه از عربی به
ترکی و ترجمه به فارسی و عربی اینها رو دیدیم. حالا گلستان رو دیدیم، ترجمه ابیات اشعار حضرت علی رو دیدیم، ترجمه قرآن رو یکی دو تاشو تا الان کتاباشو خوندیم. حالا بریم مثلا ببینیم که آیا در زمینه فلسفه و یا حکمت کتاب‌هایی به زبان ترکی نوشته شده و در چه سال‌هایی نوشته شده. میخوام اون رو به عنوان یک پروژه حالا برای هفته‌های بعد در نظر دارم که اجرا بکنیم. حالا با اجازهتون بریم ببینیم که این سه کتابی که امروز میخوام آغاز بکنیم و چیز بکنیم، ببینیم که اینا چی میگن و در موضوعشون چی هست. خب سه کتاب رو الان ما قبلا دانلود کرده بودیم با حضورتون. یکی روزنامه جدیده مرغوبه. ما قبلا یک کتابی در این زمینه خونده بودیم و من فکر میکنم این همون کتابه، فکر میکنم. حالا باز قدم بزنیم یه خلاصی، اول یه شمایی از کتاب رو در ذهنمون داشته باشیم. من این شماره 446 یادم هست اوراق اینها، در نتیجه فکر میکنم که هازا روزنامه جدیده مرغوبه، من فکر کنم همون کتابه، چون که من بله فکر میکنم این همون کتابه، قبلا روش صحبت کردیم. حالا باز یه نشون میده بله دقیقا همون کتاب هست، فقط اولش این 3 صفحه به زبان ترکی هست و توضیح میده یه مقدار در مورد خود کتاب و بعد با جداولی روبرو میشیم که سالها و روزهای هفته رو و ماه رو و سال رو همینجوری که میبینید داره نشون میده و توضیحاتی هم در حاشیه اینها وجود داره که بسیار مهمه. به هر حال اینو قبلا خونده بودیم، اینو میذاریم کنار، این بره پیکار خودش. پس ما بریم یک کتاب دیگر رو از اینجا بیاریم. من یعنی یک کتاب رو 2 بار دانلود کردم، رساله لر. این رساله لر رو باز بکنیم ببینیم که رساله ها چی میشه. باز دوباره اول این کتاب رو ظاهرش رو ببینیم چه شکلی هستش. معلومه که دست بچه‌ای بوده یا بزرگی بوده نمیدونم، بازی کرده رو کتاب با قلم. صاحب المالک کانون. بذارید ببینیم، حالا اینو بعدا میایم، فقط یه اول نگاهی به خود کتاب بندازیم ببینیم چه شکلی نوشته شده. میبینید خط بسیار زیبایی داره، 3 طرف هر ورق خالی هست. در اینجا یه نقطه های سیاهی هست که نمیدونم در اثر چی رخ داده، یه مقدار آب یا پوسیدگی در این وسط کتاب در شیرازه کتاب دیده میشه. اینجا هم یا حاصل اینه که آب دهن و انگشت زدن بهش اینجوری چی شده، یعنی که پوسیده داره میشه. و در صفحه 5 6 7 2 4 6 7 کتاب بخش اولش تموم میشه، یعنی مقدمه‌ای بوده، بعد یه رساله دیگه باز میشه و در 244 صفحه ادامه پیدا میکنه. رساله لر، وقتی میگه رساله لر یعنی مجموعه رساله ها. رساله یک، وقتی لر میاد یا لار میاد این میشه جمع. در نتیجه اینجا با مجموعه رساله ها در تماس هستیم و هر رساله یک موضوع خاصی داره. نگاه کنید دوباره این کتاب در اینجا تموم میشه و رساله بعدی شروع میشه، خطبه آدم علیه السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا رساله توحید رو مثلا میبینیم، یه رساله دیگری هستش که شروع میشه. رساله از ارسال در حقیقت مثل رسول دیگه، یعنی از رساله رسول اینا از این ریشه میاد، یعنی چیزی رو ارسال میکنید. فرض بکنید که من یه فکری دارم، یه نگرانی دارم، یه دغدغه‌ای تو ذهن من هست، میخوام این رو با یک کسی در میان بذارم. چیکار میکنم؟ مثلا قدیما از طریق نامه، الان از طریق ایمیل، از طریق تلفن، از طریق مکاتبات مختلف ما این رو با هم من بهش ارسال میکنم. این چیزی که درونم هست به یکی دیگه ارسال میکنم و اون رو در جریانش قرار میدم. خب این میشه ارسال. و رساله هم همینه، یعنی اون
چیزی که این پیام من رو، این نگرانی، این فکر، این اندیشه من رو به دیگری میرسونه، همون چیزی که الان در فارسی میگن رسانه. حالا اینجا میبینیم که کتاب خیلی آسیب دیده متاسفانه، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر خط و اینها آسیب دیده، همین ادامه داره. و خیلی به نظرم کتاب از نظر ظاهری خیلی خط، ببینید صفحه رو به 2 نیم کرده، 1 نیم رو نوشته و 1 نیم رو برای نظرات کسانی که این کتاب رو میخونن، برای نقد و تنقید اونها جا گذاشته که آقا این رو وقتی میخونید نقدش بکنید. در گذشته این رسم بوده، الان دیگه ما این رسم رو نداریم، برای اینکه کتاب ارزون شده و ما کاغذ رو به راحتی میتونیم بخریم، در حالی که در یکی از برنامه ها نشون دادیم که کاغذ چقدر گرونه. در مثلا یک کتابی که 600 صفحه بود فرض بکنید، این رو در چند ماه نوشته، نمیدونم 100 و خورده‌ای مثلا میگیم اشرفی، یعنی طلا، سکه گرفته، 60 سکه هم هزینه فقط کاغذشه و اینجور چیزا رو هی اونجا نوشته و نشون میده که کاغذ بسیار بسیار گران هست. برای همین وقتی یکی تواناییش میرسه یا دولتی سرمایه میگذاره تا کاغذ رو بخرن و براش کتاب بنویسن، اون سیاست این بوده که کسانی که این کتاب رو میخونن بتونن در حاشیه کتاب، چون کاغذ گرانه، برای اونها اجازه میدادن که در حاشیه کتاب نظرات خودشون رو بنویسن و به این وسیله نقد در جامعه رشد کرده بود. اینجا با یک کتاب دیگر روبرو هستیم. حالا به هر حال با یک بریم آخر کتاب رو هم یه ببینیم که اینجا خیلی آسیب دیده، از نظر کاغذ اصلا پاره شده. احتمالا اینها که فکر میکردیم سوراخه، احتمالا به ترکی میگه مورخوردگی، فکر میکنم که به مورخوردگی مبتلا شده بوده. آبم که کاملا نفوذ کرده به کتاب و کتاب بسیار آسیب دیده، اما خطش به همون خط اولیه هست و بسیار زیبا. برگردیم خود کتاب رو از نظر محتوایی بخونیم، ببینیم که از نظر محتوایی و نوشتاری این کتاب چی میگه. خب یه مقدار این صفحه رو بزرگش بکنیم و تلاش بکنیم که ببینیم آیا میتونیم این کتاب رو بخونیم. این خودش خیلی مهم خواهد بود. ظاهراً یک کسی بوده، رفعت مصطفی، کتاب الرعنا، انتقل و حفظ، انتقال حفظ الكتاب الرعنا، رفع مصطفى ابن یوسف افری عمر. حالا فکر میکنم یه چنین شخصیت این کتاب رو، اینم صاحب المالک کاتب محمد فرق الله چی، این محمد چی اسمشه. به هر حال اینها رو زرنج و راحت گیتی مران جان دل مشو جرم چی اینجا هست که ابین جهان کاه این جهانن گاه آن جهانن. حالا این چی هست؟ bu kitap Müstetab 1264. Velqa'denin 15. çarşamba günü tariq halvetiyle دیدن. حالا این کتاب چی بوده؟ این کتاب مستطاب یıl سال 200 264. زلقعدنین در خیلی چیز حرف جالبی میزنه. این احتمالا این بینه، مستطاب 1200 سال 1264
64 در ماه زلقعده در اون بشینجی 15 زلقعده روز چهارشنبه هم بوده. حالا یه جوری دستش رسیده که حالا اینجا اسمش هم می نویسه که هلتبه یا سلوتبه درن سلطان شعبان حفظانین سال اقتباسنده دیر ve Seyyid Mustafa Xeyir bana fagirane geçmiştir. Fagiranesine geçmiştir. Yani این به دست سید مصطفی میربکا، حالا این چی هست؟ زمیربکا فقیرانسنه geçmiştir، یعنی به دست ایشون رسیده. این یه آدمی با این چیز. این رو در 1264 خریده، به دستش رسیده این کتاب. خودش اینجا تاریخ زده. حالا در چه تاریخ اینو؟ رسائل کتاب رسائل کتابن افزون فی تصوف. حالا اینجا رو هم نتونستیم بخونیم. خب بذار ببینیم این صفحه یه ذره کوچیکش بکنیم. مجموعه تصوف کتب باشی یا نکت باشی تصوف. حالا اونم از اون. ببینیم اینجا چی میگه. حالا متن کتاب رو بیایم اینجا ببینیم. رساله اولا، همون که اونجا نتونستیم بخونیم این چی هست. یکتب داره به نظرم. این یک، البته اینجا هم ته هست، این نمیدونم، اینجا هم دوباره همینه. لکیت باشه. رساله اولی لکیت باشه افندی. این لکیت باشیه، لکیت باشی افندی قدس سره العزیز. پس یک آدم به اسم لکیت باشی یا یک ایکیت باشه احتمالا باشه، این چسبیده، ولی به نظر من لکیت بی معنی میاد، باید این ایکیت باشه. ایکیت باشه افندی قدس سره العالی. بسم الله الرحمن الرحیم. حد شول اللهم چی؟ حد شول اللهم چی واحد در و اللهی ال برلین ده واحد در. چی؟ اول روح محمدی و روح محمدی در و اول خلق اولینانده اولینانده. این چی میشه؟ اول yanında ya اولیانında اولیانında odur بغیر واسط بغیر واسط اولdur bende ol واحد ده o واحدdur ve ol tecellide ve ol muhabbette ve envaide ol معاملده اول. یا اول هم شاید بتونیم بخونیم چون اینجا تشدید گذاشته، همش میتونه اول باشه. اینهایی که اول گفتیم، اول روح محمدی در و اول خلق خلق اولوناند. اوکی، خلق اولوناند. به قدر این فارسی رو خوندیم که وقتی ترکی رو میخونیم میریم تو باب فارسی. اودور یعرف، ببخشید، اودور به عین واسط. اول دور بنده، اول دور بنده، او واحد دور و او و اول تجلیده و اول محبته و انواعده اول معاملده اول واحده در. زیرا تعلق ذات به غیر واسطه بو واحدین علیه اللیه در. Vasit ile ve vasite olduğu şeylerin
واسطه سیل الى غیر نهایه bu təəllüq-i sair insanində illətidir. دو بیتdə و تجلیده. حالا اینجا دوباره این کلمه رو نتونستم چی باید بخونیم. علتی دور تمام دوبته و تجلیده. حالا این تجلی باشه این چی میشه در و انواع معامله و محبت ده bu vasıtelere kıyas oluna ve Hakkı Teala insani cemi mahlukatiden mükerrem ve mügerreb halk eyleyip ve sair mahlukatı insan için halk edükünde hikmet budur ve sair mahlukatın illetleri tealluk sıfatıdır. Yani her bir sıfatın tealluki her bir cinsin zuhurine illettir. Mesela zahirde ne kadar mahlukat var ise zuhuri mümkündür. Ama zahirde olana cümle mahlukat batinde olan hamle cümle mahlukat misalleridir. Ama batinde olan mahlukatın bazılarını ahlak zemimelerdir. Bunlardır. Ve dai bi cehenneme cadenlerdir. Hala cehenneme cadenler yani çi میشه نمیدونم. Bazıları ahlak hamidelerdir. Bunlar ra'yi bi cennete cazibelerdir. Cazibe بالا هم cazibe باید بخونیم اونه. Cazibelerdir. Zati bu hasenat ile ganidir ve fenaleri fakirdir. Onun için bunlara hesabul ebrar siyaat el-mugarrabin denilir. Denilir yani میگویند اگر اخلاق زمیمه و اخلاق حمیده زمیمه یعنی اخلاق پست pis اخلاق و اخلاق حمیدهler ki vardır batin elinde olur cümle seyyide ferd serayilen popular cümle seyyide cümlesiyle ferd serayiline gopulurdur. Bu serayiline kökülde gönül همون gönül kökülde dinur ve sıfat a'la dahi dinur sıfat a'la هم بشه اما باطن ile برزخ ili ve tabiat ili dinur. به نظر من کتاب جالبی هست میشه خوند خطش آسونه. بعضی کلمه ها رو نخوندم نتونستم بخونم برای اینکه چشمم هنوز به این حرکت قلم نقطه ها چگوری مثلا نگاه کنید. من اینجا اگه اینو بزرگش بکنم دوستان شاید بتونن مثلا این چی اینجا میخونه ایل نه این چی هست این آخرش ه هست. مثلا ما در اینجا متوجه شدیم که این ه هست. آیا در همه جا این ه هست؟ اینجا که ایلی نه kökül ده این کönül همون امروزه ما کönül میگیم kökül یا کönül میتونه این نون نیست احتمالاً این کاف نیست من kökül میگم این احتمالاً کönüله یعنی نون خونده میشه. گرچه ما در جاهایی که دیدیم کاف نون خونده میشه یا همزه میذارن یا سه نقطه میذارن
یا یه سکون میذارن. این هیچ کدوم علامت ها رو چون نذاشته، در خوندنش یه مقدار با یه چنین چیزهایی روبرو هستیم. این حال که بعضی از کلمات رو هم مثلا واسطه سیله، اینو قبلا یکی دو جو دیدیم متوجه شدم که این واسطه سیله چیز میشه. حالا اینم ایلینه هستش چی هستش، اینا رو باید دید و یواش یواش. مثلا اینجا جاذبه رو دیدید که جاذب، حالا اینجا چیه؟ مثلا رائی بی جهنمه، رائی بی bunlar dur دائی بی یا دائی بی جهنمه جازنلر دور، جادنلر دور. حالا ببینید اینجا مشکل داریم، اینجا جاذبلر میتونه جنت جاذبلر دور، اینو میشه خوند چون که اینجا نمیدونم این نقطه بالا هست، به جای اینکه بالا باشه حالا این مال این باشه، این نقطهش نیست. در نتیجه یه مقدار مثلا این ف اینجا چی هستش، اینجا این ف هست، واو هست و بعضیلر احتمالا این و باشه و بعضیلر. حالا کتاب به نظر من به راحتی میشه این رو خوند برای اینکه خطش بسیار روشن نوشته شده نسبت به بعضی از خطایی که به خصوص دیروز اون اشاق صادق که دیروز خوندم اون شعرها نسبت به اون بسیار چیز نوشته. من میخواستم حالا یه مقدار اینو بخونیم ببینیم چه کسی این رو نوشته و در چه سالی نوشته. متاسفانه نتونستیم پیدا بکنیم. حالا یه تندخوانی بکنیم اینجا ببینیم که یه اسمی، یه تاریخ، یه چیزی در این صفحه به چشم میاد یا نه که نخیر. داعیه فقر تام حاصل olur bu sır insan nihayet gınaya yetişir. Bu cümleyi iktiza eden taallukat ayan kılır. Taallukat ayan kılır. Ondan sonra bu taallukat her biriyle muamele معلوم olur ve bu بحرین. حالا ببینید همون نونی که اونجا گفتیم بالا که اینجا متوجه میشیم که این که هست. bu بحرین کنارنده تشره çigin امواجندن. bu بحرین کنارنده، این حالا این تشرچیک چی میتونه باشه، به معنی چی هست؟ حالا من وقتی تشرچیگن امواجندن فقر تامه ایران رائی به ülki قیاسندن bin ziyade enva ile kudretler ata olunur. Ama taalluk zatın ortası tefavütle kemine insana şeref şer ve heder insana şer ve heder اما اعلا. حالا بذارید ببینید نمیخوام کتاب رو بخونم، میخوام بگم این کتاب ترکی هستش. حالا اگر بتونیم یه اسمی هم پیدا بکنیم چه کسی نوشته، جرته تاریخی نوشته، این هم بسیار عالی خواهد بود. این کتاب همونطور که گفت در مورد تصوف و اینهاست. معلومه که در مورد عقاید انسان داره کار میکنه و اونها رو میخواد بهش چیز بگه، تقویت بکنه عقاید رو. Muadasi bunlara kıyas oluna. Mesela Kadir gecesi Tams ya Nas Kadre ermek mescidlere vardıkları mescidlere vardıkları meseli insanda zulmet ünsüride kadere ermek indiler ve İskender zulümatide ab hayat talep edüki misli insan da zulmet ünsüründe ab hayat talep ede
ede indiler. Şunlar kim? Könül çenleri, gönül çekleri, könülcekleri oyağdı ya oyanmadı, onları vakt uyandırırlar da حیف او بو. حالا میتونیم بخونیم. من تلاش میکردم که اینجا تموم شد، بس شاید آخر کتاب یه چیزی در رابطه با اسم نویسنده یا جمع آوری کننده این قضیه بتونیم پیدا بکنیم. تا آخرش که همش همینه. Olmuş bir gönül vardır, ol gönül Allah halgiyle halgete enva-i muamelesi daim olur. Bu olmaz illa kalbide olan ahlaka ve gönülde olan ittisaflara fena vermekle olur. تمت. نه اسمی چیزی ازت گفتیم. این در شاید بشه گفت متاسفانه یکی از اون روش های فکری اعتقادی صوفی های اصیل این بوده که شناخته نشن، گمنام بمونن و این هم برای همین در وقتی کتاب ها رو می نویسن متاسفانه از اسم خودشون یا تاریخ اینا خیلی استفاده نمی کنن. این حالا اونجا گفتیم که رساله چی باشی، اینجا ایگیت باشی، اما اینجا یه رساله امدیکت باشه افندیگا دوسر. حالا این احتمالا من دارم اینو درست نمیخونم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی دیگه این نسل این که الان هست نگفته. اول اسم الله ایله başladım. اول اینجا به معنی او، یعنی به آن اسم الله başladım. Bir bu işle keşf ola، با این به این کار bu işle biz bu işle keşf ola، با این کاری که ما داریم انجام میشیم آشکار بشه که tanrılı düşmeye و یه مقدار اینجا به گل افتادیم. نفس عارف ölenler bile bilgelik. اینجا جدا به چیز افتادیم برای اینکه این توحید احتمال میدم. ölenler bile ki توحید ki olur basiret gözü açılıp indi عارف olur. خب حالا اگه یک سفر رو برگردیم بخونیم باز دوباره چشمون عادت میکنه، میتونیم برگردیم دوباره از نو بخونیم. اول اول اسم الله ile başladım. Biz bu işe keşf olune biz bu işe keşf olak ta ki tanrılı salar düşmüştü. اینجا رو اصلا نتونستم بخونم چون کلمه رو اصلا نمیدونم این یک کلمه است، دو کلمه است، چند کلمه است. نفس عارف اولنلر، نفس عارف احتمالاً ای باشه، این آخرش مثل ه شده اینجا و اینجا، احتمالاً این یا باشه. نفس عارف اولنلر bilge توحید یا bileki توحید. آره اینجا هم اگه این رو اگه یه خوندیم اینجا هم باید یه بخونیم. bileki توحید کی olur basiret gözü açılıp yine arif olur توحید ile adişur. توحید da dişur. توحید da değişur. İrfane
her talip kişi haktan öz önçi yoktur. Haktan önçi yoktur. Onun zira asla teşviş amakim irşad zahir belki ibrar fiilidir. Cennet hiçre حالا یعنی یواش یواش چشم آدم کار بکنه به این مسئله با این کتاب هم آشنا میشه. اینم حالا دوباره داره روی عرفان کار میکنه و میگه که عارف چه مراحلی رو باید بگذرونه. این هم مقاله دوم بود. بریم آخر مقاله ببینیم آیا میتونیم یه اسمی ازش پیدا بکنیم. اینجا توحید nedir? Hak Teala'nın gayrini ana halginden könüllü tahlis etmektir. Tevhid nedir? Hak Teala'nın gayrinden ana halgiden könüllü tahlis etmektir. توحید چی هست؟ هر چیزی که به غیر از خدا هست دل رو از اونها خالی کردنه. وحدت nedir? حق سبحاننın vücudinden gayriye ilm ve şuurdan gönlün خلاصlığıdır. وحدت چی هست؟ حق سبحاننın یعنی خداوند از که حقه وجودی غیر اون رو از نظر علم و شعور و درک درونی از دل خالی کردن هست. خلاصلغی یعنی خلاص کردن اون هستش. اتحاد چی هست؟ اتحاد نداره. حق دارالفنده استغفرا قدر. این هم در حق دارالغنده یعنی در دنیا دارلıq یعنی دار در زبان ترکی هم به معنی چیز، حالا اینو چجوری بگم، تنگ دار به این معنی هست. و حتی اون داری که درخت هستش، البته دار چند تا معنی داره. یکم این که بکشید، محکم بکشید یه چیزی رو که مثلا دیگه کش نیاد بیش از اون، این میشه دار. مثلا اون زهی که به کمان میبندن اون رو میکشن، اون دار olur. وقتی یه لباس رو بپوشیم که خیلی تنگ باشه بخواد کش بیاد نمیاد، دار میشه. حالا وقتی یکی رو هم دار میزنن دوباره اونجا دیگه نمیتونه، عمرش تموم میشه دیگه. اتحاد ندور dedik که اون هستش چی؟ دارلığında. حالا دار به معنی اینجا ممکن عربیش هم باشه، یعنی در این دنیا. دارلığında یعنی bu dünyada، در این دنیا. دارلığında استغفار قدردür، تا به مرحله استغفار. از هر چیزی باید استغفار بکنی تا بتونی با خدا متحد بشی، یکی بشی. سعادت چیزی هست؟ حالا یه تعریف از سعادت ندور. حق görmektir. حق رو دیدن سعادت میشه. اینجا یه تعریفی از حق داره که بیشتر عرفانی هست. و چندی زندان خلاص olmakdır. و از خودت، این زندان خودت آزاد شدنه، خلاص شدنه. وصل چی هست؟ وصل ندور. وجود حق نوری şuhudinde kendini onu unutmakdır. میگه وصل چی هست؟ چجوری به خدا وصل میشیم؟ اینا لغات عرفانه. تو در عرفان رو تا اینجا گفته، داره چیکار میکنه؟ اون کلمات کلیدی رو معنی میکنه که در متن به چه معنی اومده. اینجا وصل چی هست؟ میگه وصل به خدا دیگه. حالا اینجا وصل میشه به خدا انسان. میگه چی هست؟ میگه وجود حق نوری شهودینده. شهود یعنی یه چیز درونی هست. ما یه چیزی در دلمون
یهو به وجود میاد یا همیشه داریم که مثلا یه خدایی هست و من این رو واقعا باور دارم. یعنی شهود به اینه، مثل این که شما مثلا بعضی ها مثلا واقعا به یه چیزهایی اعتقاد دارن که خیلی ها اونو قبول نمی کنن. این احتمالا یه حسی درون اون، یه حس درونی درون فرد، مثل به پری و مثلا به روح و مثلا میگه من روح میبینم. این یک نوع شهود اون فرده. هیچ کس نمیتونه بگه دروغ میگه راست میگه. خب اینم میگه که وقتی که وجود خدا رو، الله رو، در نوری که در شهود شما حاصل میشه ببینید و کندونی اونو اونوتمکدور و خودتون رو فراموش میکنید، میشید اون. این میشه چی؟ وصل میشید به اون. وقتی از خود بی خود بشید و وصل بشید به اون چیه؟ اون در درون شما یه شهودیه، یه نور شهوده، یه نوع حسیه که شما اون رو در میابید و با اون یکی میشید و خودتون رو فراموش میکنید. فصل ندیر. حالا چجوری از خدا جدا میشید یا از اون حس جدا میشید؟ ندور حقین غیریندن سری ارمکدر. میگه اون هم اینه که از غیر حق، از اون چیزی که به غیر از حق یعنی الله هستش، ندن سری ارمکدر، یعنی به سری برسید که به غیر از خداست، به غیر اللهه. حالا اینجا یک کلمه نوشته که سن چی هست؟ احتمالا ببینیم این چه باید بخونیم. اینجا معنی کرده، ببینیم چی میشه. این سن میتونیم بخونیم، سنن میتونیم بخونیم، سگز میتونیم بخونیم. ندور کنولده bir حال ظاهر olmaktır. این یک سکر، دو احتمالا سکر یا بله فکر کنم سکر باشه یا سکر باشه، نمیدونم. این کلمه خودم الان از ذهن من پرید که تو عرفان هست. ندون میگه کنلوده bir حال ظاهر olmaktır. یه حالی در دل شما پیدا میشه که شل سننن که bu halden ol sitri vacip edir sitr etmek قادر olmaya. حالا اینو دیگه نفهمیدم، بذارید بریم. اینجا یه تاریخی مثل این که گذاشته، ولی این تاریخ من نمیتونم بگم این تاریخ نیست، این میمه. احتمال میدم تو خیلی جاها اینجوری تکرار میشه. اگه کتاب اولا برگردیم فکر میکنم اونجا هم تکرار شده بودین. اینجا بله ببینید این حالت میم داره، اینجا هم میذاره. در تمامی کتاب ها یه چنین چیزی رو به کار میبرن. حالا با مقاله دوم رو هم تموم کردیم. اینجا خطبه آدم علیه السلام، فکر میکنم این رو حالا اینجا یه چیزی نوشته که بعدش آب ریخته و نمیدونم چی شده که چیز کرده. آدم علیه السلام یه سخنانی رو گفته، خطبه به معنی سخنرانی نیستش، یه حرفی رو گفته اینجا آورده ولی دیگه نیاورده. من فکر میکردم که این احتمالاً چیزه. اما رساله توحید. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله اجمعین. قال الله تعالی و ما ارسلناک الا مبشرا او نذیرا و قال الله تعالی هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهیدا. محمد رسول الله حق تعالی جل و علا ختم الانبیاء و تاج الاصفیاء و رحمتا للعالمین. محمد مصطفی gulcıgınlarında Resul verdiği hakka layık olsunlar içindir ve sair enbiyayı ve verdiği hakka layık olsunlar içindir. Cebrail oldu ki gönderdiği ve kitaplar gönderdiği ve evamir ve nevahi ve feraizi bildirdiği hakka layık olsunlar içindir.
میگه برای هر کسی چرا پیغمبران رو فرستاد به این دلیل، چرا حضرت محمد رو فرستاد برای اینکه این بشه، برای چرا مثلا انبیای دیگر رو فرستاد به این مفهوم، چرا مثلا جبرائیل رو خلق کرده، ببخشید چرا اینها رو که گفتم خلق کرده اصلا خدا. میگه یه هدفی داره برای هر خلق هر کدوم. اینجا معتقده که یعنی یه جبر معتقده خداوند از اول تصمیم گرفته که چرا محمد باید خاتم الانبیا باشه، چرا، و çera Muhammed Mustafa gülcüğünlerin Resul verdiği hakka layık olsunlar. برای اینکه این گلجغزلرینه گلجغز گل گفتیم که انسان، گل به معنی انسانه، گلجغزلر کوچیکش میکنه، حقیر، انسانهای حقیر، گلجغزلرینه. حالا تو گردا و بعضی جاهای جغز هنوز به کار میره و برای تحقیر به کار میره. مثلا البته من فکر میکردم مثلا وجود نداره ولی الان اینجا متوجه میشم که خب در گذشته هم همین بوده. Resul verdiği hakkı layık olsunlar içindir و سایر انبیا. حالا حضرت محمد رو چرا فرستاد؟ برای اینکه این بنده ها لایق، این بنده ها لایق اون رسول بشن. و سایر انبیا verdi ki چرا بقیه انبیا رو فرستاده؟ verdi ki hakkı layık olsunlar içindir، اینها هم لایق خدا بشن، حق بشن. و جبرائیل دخی gönderdi ki ve kitapları gönderdi ki ve avamir ve nevahi ve feraizi bildirdi ki hakka layık olsunlar içindir. جبرائیل رو هم فرستاد با اون کتاب ها و اوامر و فرمان ها و نواهی، یعنی اون چیزایی که نباید انجام بدید. اوامر کارهایی که باید انجام بدید، نواهی کارهایی که نباید انجام بدید. فرایض هم واجباته. bildirdi ki یعنی از طریق اون فهموند که حق لایق olsunlar içindir، برای اینکه انسان ها لایق اون حق بشن. و سنتن و مستحبدن و نوافلدن و تقوادن و مؤلفات ظاهر بدن، ظاهریدن بدن نیست، ظاهریدن و مشایخ محققیندن و مؤلفات باطینلردن murad hakkı layık olsunlar içindir. Ama bunların hakka layık olmaların Resul Hazreti Aleyhisselam iki kısım eylemiştir. Kâlen Nebiyyü Aleyhisselam hasenâtul abrar seyyiatul mugarrabin. ابرار انسان‌های بگیم که شایسته، خوب، پیوسته به الله، اینجوری باید بگیم، مثلا خیلی ایمان و اینا دارن، اینا میگه کارهای خوبشون به منزله گناهان مقربین هستش. یعنی اگر مثلا یک مولای، یک آیت اللهی، یک پیغمبری گناهی که نه کار ثوابی بکنه ولی حسن باشه، نه واجبات و نه خیلی چیز، ولی حسنات، کارهای خوب، یعنی اخلاقیات رو انجام بده نه ضد اخلاقیات رو، میگه اگر به اینها بسنده بکنه مردم براشون این تبدیل میشه به سیئات، یعنی زشتی ها. مردم به راحتی میرن دنبال زشتی. میگه خب این که این کارو کرد چه بردی داره؟ این آیت الله داره مثلا سیگار میکشه، ما هم چیزی بریم مواد مخدر بکشیم، الکل بخوریم، بریم فاحشگی بکنیم، اینا اون داره صیغه میکنه، ما هم بریم کارو بکنیم. متوجه شدی؟ اینجوری به مفهوم این هستش. حالا میگه که برای اینکه اینجوری گفته حضرت رسول اینجوری به دو بخش کرده دیگه این چیز رو و üç kısımda eylemiştir. Yani abrari ehli dünya tutmuş ve mügerrebi ehli ahiret tutmuş ve ehlullahi ehli dindar tutmuş. قال النبي عليه السلام الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا و هما حرامان على أهل الله. حالا یه حدیثی از پیغمبر گفتن که
دنیا برای اهل آخرت، اونایی که برای آخرت فکر میکنن و تلاش میکنن، دنیا براشون حرامه. من فکر میکنم اینا جزو احادیث چیز هست دیگه، دروغه. من فکر میکنم برای اینکه شما اگه بخواید آخرتون رو بسازید باید این دنیاتون رو بسازید، در این دنیا باید بسازید. شما یه کاری رو باید انجام بدید که وقتی مردید خدا بر اساس اون بگه خب شما برید اینجا. وقتی شما یه کاری رو انجام نمیدید، خب شما خدا الله به شما چی بده؟ بر اساس چی به شما بگه برو مثلا بهشت یا جهنم؟ چیزی نساختید که براتون بگه. خب بر اساس اعمال ما اونجا ما رو قضاوت خواهد کرد، نه بر اساس اعمالی که نکردیم. مثلا فرض بکنیم که قراره مثلا جهاد بکنیم، من جهاد نکنم. قراره جهاد نفس بکنیم، نکنم. قراره که مثلا خوبی بکنیم به انسان ها، این کارو نکنم. به انسان ها احترام بذاریم، من احترام نذارم. خب اینها خب همش منفی شد که چی میشه اونجا بر اساس اینها؟ حالا بعضی کارا رو من اصلا انجام ندادم، خب اونجا چیزی ندارم که خداوند بابت اون بگه برو آخرت تو رو بسازم. به نظر من اینها چیزایی که بعداً ساخته شده برای اینکه یه چیزایی رو بنویسن. حالا ولی کتاب دیگه یه عقیده هست، من ممکنه نپذیرم اما ممکنه میلیون ها اینو بپذیرن. در نتیجه ما بر اساس عقیده خودمون چیز نمی کنیم. حالا یکی از دوستان ما دیروز، جناب اوغوز تورش، دیروز یه مطلب فلسفی بسیار جالبی نوشته بود با حروف لاتین به زبان ترکی. من با زور زدم و اینو خوندم، بعد 5 تا یا 6 تا سوال مطرح کردم که آقا در این صورت این اتفاق میفته و ایشون هم امروز صبح دید و جواب داد که اینو بهتر همین هفته پنجشنبه که میاد اینو بحث بکنیم. حالا ببینیم چه اتفاقی الله برای ما رقم خواهد زد. ولی من همون بحث رو دادم گوگل هم بحث بکنه، یعنی همون سوال ها رو از چند تا AI هم پرسیدم، یکی از چینیه پرسیدم و یکی هم از آمریکایی این جیمنی پرسیدم، ببینیم که اونها چی میگه. جالب بود که مسائل مختلفی رو پیش کشیدم، برای من جالب بود. به هر حال من معتقدم، حالا میخواستم بگم که عقل من و شما، یا اون چیزی که به عنوان عقل صحبت میکنیم، در جهان خارج وجود نداره و این عقلی که من و ما انسان ها داریم، حالا نابغه ترین انسان ها هر کسی هست، این عقل رو از کجا آورده؟ از تجربه همین جامعه. بیس پایه ها و اساس فکری اون همین حرف ها و سخنانی که در جامعه رایج بوده، تجربه های خودش بوده، آموزش خودش بوده، نمیدونم مسافرت هایی که کرده و اینها، آشنایی با دیگر جوامع و تمدن ها و کتاب ها و اینجور چیزا بوده و بعد انتاج خودش، یعنی از اینها یه سنتزی داده بودیم، یه نتیجه‌ای داده بودیم که ممکنه برخلاف اون دوتا باشه، یه چیز جدیده، ولی زمینش قبلا اونجا بوده. ممکنه یکی به من بگه یه حرفی رو بزنه، من از اون یه فکر دیگری که منفی اون هست، مخالف و ضد اون هست رو به ذهنم بیاره، اون حرف مثبت اون در ذهن من یه چیز جدیدی بیاره. این در حال عقل ما مولود و بچه زمانه و جامعه هست. عقل ما مولود زمانه و جامعه، تجربه ها، آگاهی ها، مطالعات ماست. در نتیجه عقل ما با افزایش اطلاعات، با تجربه های دیگر، با آشنایی ها با فرهنگ ها و تمدن ها و تاریخ های دیگر در هر روز تغییر میکنه. در عقل ثابتی نداریم. البته بعضی از بزرگان گفتن که عقل ثابت هستش، ولی خب حالا دیگه اینها رو باید دید که چی به چی. ببینیم این کتاب در مورد چیه. یعنی اظهار حق چون دور bu takdirce izhar hak için olduğu sebepten bu kitabın ismine Risale-i Tevhid denilip 12 fasli üzerine beyan olundu. در این کتاب اسمشو به خاطر هان دلایلی که حالا بالا گفته میگه اسمش رو توحید گذاشتیم و در 12 فصل این رو بیان کردیم. اولکی فصل اول اعتقادی bildirer. اعتقاد رو
اعتقاد از عقده. عقد گره هست. ما یه چیزی رو گره میزنیم، خودمون رو با یه چیزی گره. ببینید کلمه رو عرب چجوری خوب استفاده کرده. ما خودمون رو به اسلام گره میزنیم، ما خودمون رو به حنفی، حنبلی، شافعی، جعفری گره میزنیم، ما خودمون رو به فلان ایدئولوژی گره میزنیم. این میشه اعتقاد. خودمون میبندیم به اون، افسارمون رو اینجوری میبندیم بهش، تموم شد. خب ikinci فصل چیه؟ شریعت بیلدرر. در دوم گفت یک کتابی خوندیم اگر یادتون باشه، در اونجا گفت چیزهایی که اعتقادی دینه، اون چیزهایی که عملی مربوط به رفتار و اعمال فردی یا جمعی هست اسم شریعته. حالا اینجا اعتقادی رو فصل اول میاره، بعد ikinci فصل شریعته، یعنی مربوط به رفتار ما، اعمال ماست. Üçüncü فصل faydeyi bildirer. Dördüncü فصل تلقینی bildirer. تلقی چی میشه؟ تلقینی bildirer. احتمال میگم این تلقین باشه، حالا نمیدونم. beşinci فصل ذکر دعایی bildirer. فصل این تلقین حالا داره در مورد، دوست دار اینجوری بگیم، یادتون باشه در مورد عرفان بحث میکنه. اونجا یه چیزایی هست شما میرید مثلا چله میشینید به خودتون تلقین میکنید، یا الله یا الله یا الله یا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. این رو به خودتون تلقین میکنید. من فکر میکنم این تلقینی اون میشه. حالا شاید این نباشه، من حالا کلمه رو ممکنه که اشتباه خونده باشم. beşinci فصل ذکر دعایی bildirer. چگونه باید دعا کرد این رو. altıncı فصل توحیدی bildirer. توحید چی هست. yedinci فصل حقایق انسانی bildirer. حقیقت انسان چیست. sekizinci فصل رؤیت انبیایی bildirer. چگونه انبیا رو رؤیت بکنیم، ببینیم. این رو 8. فصل چرا رفت این چیز از 8 رفت 9 و 10 رو فراموش کرد، رفت 11 فصل تجلیات رؤیت اللهی bildirer. چطوری این رؤیت الله تجلی پیدا کنه، چطور ما خدا رو میتونیم حس بکنیم یا ببینیم، میگه این رو در اون فصل. 12 فصل علم حکمت bildirer. الفصل الاول فی بیان الاعتقاد. حالا میگه اینجا اعتقاد چی هست. گفتیم که اینجا 3 فصل رو فراموش کرده بنویسه. خب همینجوری هم کتاب مونده، خیلی کار خوبی کردن. کاش یکی یا خود növisende اینجا اون 3 فصل رو در حاشیه می نوشت. اعتقاد اولا عبد تکلفün üzerine vacip olan cemi etikadinden ol Allah'ın varlığına ve birliğine اعتقاد etmektir. اولیش اینه که به اون خدای تنها و هستی اون خدا اعتقاد بکنه، یعنی ذات باری واردور و بیردور. یعنی ذات باری، ببینید اینجا از کلمه باری به عنوان الله استفاده میکنه. ذات باری واردور و بیردور، هم هست و هم یه دونه هست. ازلی دور، از بدون تاریخ بوده. ابدی دور، یعنی بدون تاریخ خواهد بود. ابتداسی و انتهاسی یک دور، نه ابتدا داره نه انتها داره. تعریفی عین وارلق دور. چجوری این خدا رو تعریف بکنیم؟ تعریفش چیه؟ عین هستی خودشه. و صفاتیnden عارف olmak ve sıfatı vasıtası kişilere garib oldular. این کتاب به نظر من خیلی راحت تر از اون قبلی نوشته شده، خطش راحت تره. من موضوعشم البته یه مقدارم اونو خوندیم، این آدم میخونه به هر حال چی اتفاقی میفته. از اینجا به بعد میاد فصلها رو میگه، ولی جالب اینه که اینجا میرسه به فصل 4 و من اینجا فصل رابع فی بیان تلقین. اینجا گفتش که فصلها، فصل 4 چی بود؟ فصل 3. 4 تلقین. حالا این رو چجوری از اینجا از 1 اومد به 4 دیگه من متوجه نشدم. احتمالا بدون اینکه قرمز بنویسه اینها رو اومده گفته kendine döndüğü için وصف. حالا من فکر کردم اینجا
üçüncü گفته که دیدم نه. الفصل الرابع فی بیان تلقین. من اونجا گفتم تلقین درست خونده بودم، این تلقین هست، اینجا تلقینه، اینجا اینو درست نوشته، نقطهشو بالا نگذاشته بود، اینجا نقطه پایین رو گذاشته. قال الله تعالی فعلم ان لا اله الا الله و استغفر لذنبک. قال النبی علیه السلام لجنوا اموالکم چی؟ تغنوا اموالکم لا اله الا الله حتی تحتم لحظا یا مشایخ امواتک. Hala amvatın bir manası olmuş, könüllere olurlar. Yani könülün basit tebayiyle hayy olanı meyyit mesabesindedir ve ahlak-ı zemayimi vardır. Gecen telgin. حالا این دیگه داره در مورد این کلمه صحبت میکنه. باب خامسش رو میبینیم دوباره در نوشتن. احتمال میدم من حالا اینجا احتمال میدم که از اینجا تا به اینجا چند صفحه افتاده وسط کتاب، یعنی این فصل اول گفته، از فصل اول رفته به فصل چهارم. به نظر من چند صفحه از اینجا افتاده. حالا ببینید از کجا میگیم این گجن اینجا هستش، نه geci olduğu cin gecen böyle olsa rati نه. اینم اینجا ظاهرا این کلمه اینجا هست، یعنی حذف نشده، ولی خب چرا این سه باب در وسط نیستش؟ حالا احتمالا نخوندیم، شاید قرمز ننوشته، به قلم سیاه نوشته. الفصل الخامس فی بیان ذکر دوام و المعجزات و کرامات. اینم که میره در اینجا صحبت میکنه. و الفصل السادس هفتم، حالا اونجا فی بیان توحید، اینجا اینو گفته. ببینیم که آیا این 8 و 9 و 10 رو اینجا میاره. این خیلی جالب خواهد بود که ببینیم اون فصل ها چی هست. هنوز این توحید داره ادامه پیدا میکنه. متاسفانه کتاب اینجا آسیب دیده. توحید، بحث توحید دوام داره. حکایت و سوال و جواب میپرسه، اینجا جواب میده خودش دوباره. اما توحید هنوز اونجا قال الله سوال جواب سوال، اینجا هم سوال بوده جواب سوال. اینجا کتاب خیلی آسیب دیده متاسفانه. من میخوام ببینم این فصل بعدم، الفصل السابع، بله اومد. این فی بیان تحقیق و الماهیت و الهیبت و الممکنات و تنزلات. اینجا این سابع تا 8 اگه با اشتباه نکنم در بیان تحقیق و ماهیت، چیستی و الوهیت باشه یا هیبت باشه و الممکنات. این احتمالا اگه این ممکنات باشه اینم ماهیت باشه، اینم باشه هیئت یا هیبت باشه که با اینها مفاهیم بیاد. و تنزلات اینم که 8 هست. حالا بریم ببینیم 9 چی هست. لا اله الا الله و سوال و جواب. دوباره کتاب به شکل جالبی نوشته شده، یعنی بعدن اومده خودش سوال پرسیده و جواب پرسیده، یعنی سوال مقدر رو خودش معرفی کرده و بعد در جواب به سوالی که احتمالاً یکی بپرسه خودش پرسیده و جواب داده. دوباره سوال ها و جواب ها داره همینجوری ادامه پیدا میکنه. ببینید نقد یعنی همین، خود آدم خودش رو جای خواننده، جای دیگران میذاره و از خودش میپرسه سوال رو و جواب رو هم مینویسه. حالا اینجا الفصل الثامن اون 7 بود، این 8 فی بیان روح و نفس و الارواح و نفوس. اینم در مورد فصل 8 در بیان روح هستش. نفس چی هست؟ ارواح و نفوس اینا چه معنی دارن و
چه چیزی هستن. اینجا اون هشتم، الان اون هفتم بود، الان هشتم رسیدیم. من قاطی کردم یا اینکه اون قاطی کرد، نمیدونم. الفصل التاسع اینم نهم، فی بیان تعبیرات الواقعات. اینجا هم در مورد تعبیرات و تفسیراتی که از آنچه وقوع میفته هستش انجام میده. ببینیم که مثلا چی شد. یه مثلی داره، قال الله تعالی هم اونجا هستش. دوباره یه مثلا دیگر رو میاره و توضیح میده. اولا توحید افعال ها رو میاد، دوباره در همین مسئله به توحید افعال صحبت میکنه، توحید اوصاف صحبت میکنه، توحید صلاحی یا صلاحی باید باشه، توحید صلاحی صحبت میکنه. حالا فصل دهم فی بیان فی روحیت انبیاء و الواقعات. حالا اینم در باره روحیه پیامبران صحبت میکنه. به نظر من خط اینجا، نه همون خطه، یه مقدار صفحه جالب هستش، نوشته ها جالب هست. تجلیات و رؤیت الله فی الفصل الحادی عشر 11 فی بیان تجلیات و رؤیت الله فی الواقعات و الحال، که خدا رو چجوری ببینیم. الفصل الثانی عشر هم 12 هم به بیان علم الحکمت، یعنی برمیگرده حالا آخرش میرسه به فلسفه. یعنی اگر به این کتاب نگاه میکنم، میگه شما باید از عرفان شروع بکنید، به شناخت درونی خدا برسید، حالا از اونجا میرسید به مرحله عرفان. این اینجوری ببخشید به مرحله فلسفه، یعنی اول باید عارف بود و بعد فلسفه، در حالی که ما در تجربه علما دیدیم که برعکسش رخ داده. یعنی علمای ما اول فیلسوف شدن، بعد فلسفه رو کوبیدن رفتن شدن عارف. برعکس این جریانی که این میگه. در اصل این آدم، نمیدونم قبل از مثلا اون حالا اسم متاسفانه من نمیدونم چرا اسامی رو خیلی زود الان دیگه فراموش میکنم، مثلا اون عالمی که فلسفه رو کوبید، چی بود چیزش؟ پای استدلالیان چوبین بود. مثلا یعنی فلسفه پاشون چوبینه، وقتی بشکنه دیگه تموم شد رفت. چی هم بیبان و بیبون بود، یه چیزی داره میگه. حالا ولی این برعکس میگه اول باید عرفان رو داشته باشید، از مراحل عرفان رد بکنید، بعد برسید به فلسفه، به علم و منطق. امیدوارم که این اتفاق، به نظر من این راه خوبی رو گفته تا اون یکی ها، برای اینکه ببینیم آیا در اینجا یه çizi از نویسنده اینجا میتونیم ببینیم. Etmez, yani insanın nefsi altın ve gümüş gibi bir kıymetli nesne idi. Nefs insan مثل altın, yani طلا، gümüş هم مثل نقره gibi مثل اینهاست. bir kıymetli همین قیمت دیگه، قیمتی که الان در فارسی هم رایج شده، bir kıymetli nesne idi. یه چیز nesne یعنی موجود، یکی اینجوری nesne idi. Geçen bu nefs احتمالاً geçen bu nefs telgin eyledi ve tevhid ile asmanlar ile peşapeş dürçi miktarı guti olur. Telgin ve etse guti ana yetiştiği miktarı ahlakı zamayimi kendi tabiatinde döndürüp halis kılırsa ümit eder. Hala این چیه؟ امینdir ki mahrum kalmaya inşallah Teala. Amin ya mu'in, amin ya mu'in به حق سید المرسلین به رحمت که یا ارحم الراحمین. تمت به اون الله. دوباره اینها آخرش هم میم گذاشته که یعنی تموم شد. کتاب بعد رساله شریف اسمها کشف الاسرار فی طریق التصوف لاهل الله و المقرب و الابرار.
این هم یک کتاب اسمش خیلی طولانی هستش، این هم دوباره به زبان ترکی هستش. اولش ببین هدف اینجا خواندن کتاب نیست، هدف در اینجا اینه که در چنین موضوع پیچیده عرفانی یا فلسفی یا حقوقی یا جغرافیایی یا تاریخی یا ادبیات یا لغت یا هر چیز، دارو و پزشکی و اینها، زبان ترکی کتاب داشته سالها قبل. حالا خوندن این خط خودش یه اتفاق جالبیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. قال الله تعالی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ببینید ما در زبان فارسی این آیه رو خیلی خوندیم که آقا خداوند انسان رو خلق نکرده مگر اینکه مسئولیت این انسان چی هست؟ عبادت بکنه. چرا عبادت بکنه؟ مگه خدا نیاز داره؟ حالا اینجا این میاد دیگه. ببینیم اینجا یه ترکی رو چجوری معنی میکنه، چون در زبان فارسی بود ما فقط مسئولش اینه که بره عبادت بکنه، نماز بکنه، چیز بکنه، ولی اینجا میگه ای لیعرفون، از عربی استفاده، ای لیعرفون، میگه اینجا به معنی این نیست که برید نماز بکنید روز شبتون رو بذارید، نه لیعرفون، برید بشناسید. از عرفه هست، یعنی برید بشناسید. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ناقلا عن ربه، خدا حضرت محمد هم به نقل از خداوند که مهندسی کرده اون رو، رب قبلا گفتم من این رو به معنی مهندسی دارم میخونم، ترجمه میکنم. گفته اون کسی که حضرت محمد رو مهندسی کرده به نقل از اون گفته که تعالی و تقدس قال الله تعالی و تقدس کنتو کنزن مخفیا، من پیغمبر گفته که من یک گنج مخفی بودم. و احببتو ان اعرفه، پس عشق ورزیدم که بشناسم. و خلقت الخلق بالفقیر بالخلق و خلقت الخلق یا خلقت الخلق. میگه که حالا من اینو عرب نیستم، چون عرب نیستم نمیدونم اینجا استاندارد نوشته نشده، نمیدونم باید مجهول بخونم، معلوم بخونم، چی بخونم. خدا اینجا منظورشی که خدا خلقت الخلق یا خلقت الخلق، چجوری باید بخونم اینو؟ چون اون چیز نیست، استاندارد نوشته نشده، یعنی صداها رو روی این تصاویر و حروف نذاشته، در نتیجه نمیدونم چجوری بخونم. بو فقیر احمد که عیسی خلیفه اغلو. حالا دقت بکنید چه کسی این کتاب رو نوشته؟ احمد که عیسی خلیفه اغلو دور و مرویدر قطب العارفین شیخ علاءالدین اشاق دندر. این هم مربوط به اون دسته از عارفانی است که به شیخ علاءالدین اشاقی منسوب هستند. قلبimize mütlaa olunan hallerden بعضی yazıldı. میگه از اون چیزا که به قلب ما مطلع شد، قلب ما از اونها، بخشی از اونها رو نوشتیم، yazıldı. 2 کتاب oldu، 2 کتاب شد. birinin ismi جامع الاسرار، برای یه کتاب اسمشو گذاشتیم جامع الاسرار، و birinin ismine رساله توحید denildi و به اون یکی رساله توحید گفتیم. پس آقا این آدم کی بود اسمش؟ عیسی خلیفه اغلو. این حتی دیگه از اون رسم عربی هم گذشت. این خیلی احتمال میده کتاب قدیمی تر از کتاب‌های بعدی باشه که قبلا خوندیم که در اونجا از راه و رسم عربیت استفاده میکنه، مثلا میگه عیسی ابن خلیفه، ولی اینجا میگه چی؟ عیسی خلیفه اغلو، احمد عیسی خلیفه اغلو. یعنی به زبان ترکی به شیوه ترکی خودشو معرفی میکنه، به شیوه عربی. حالا خودش هم که میگه منسوبیت عرفانی و فکری و عبادیش رو هم میگه که به شیخ علاءالدین اشاقی وابسته هست از نظر فکری و چیز.
و خودش هم 2 کتاب نوشته، یکی جامع الاسرار هست و یکی هم رساله توحیده. حالا بذارید ببینیم این یک تاریخی هم نوشته. اونlar müfessel olmağın hifzinde üsret ola diyor اختصارla bu risale dahi dinledi. میگه اونها چون خیلی طویل بودن، خیلی مفصل نوشته شده بودند، olmağın hifzinde üsret oldu، سخت شد دیو، به خاطر اینکه اینجوری گفتیم لذا اختصار به یه رساله مختصری yazdık نوشتیم. Şimdi emindir ki hifz آسان öle. امین هستیم که یعنی امیدوار هستیم که حفظ اون کتاب آسون باشه و اسمine مقدمه denildi و به اسمش هم مقدمه گفتیم. اما yönlerden sonra kalbimize mutlaka olunan hallerden zapt sabr olmayıp. Ama به هر حال اون yönlerden sonra yani احتمالاً بعد از پیمودن راههایی در نوشتن این کتاب ها قلبimize mutlaka olunan، یه چیزی به قلب ما فرو افتاد، پیدا شد در دل ما، حالlerden ضبط صبر olmayıp، میگه که در نوشتن اونها صبر نکردیم، یعنی اونها رو نوشتیم. مزاجه ضعف gelince، وقتی که مزاجمون بیماری گرفته، میگه حالا اینجا مزاج کشف کنه، بی اختیار اختصار ایلده بو رساله، به خاطر اینکه مریض شده گفته که بی اختیار، بدون اختیار، به خاطر اون ضعف جسمانی هرچی که داشته، گفته که کتاب رو خلاصه نوشتیم، حیف شد و اون چیزی که به ما معلوم شده بود دلمون نتونستیم اون رو بنویسیم. تعلیف اولوندی و اسمینه کشف الاسرار دینده. حالا اون میگه چی شد؟ برعکس شد که کشف الاسرار oldu ve indi de tıpkı lediküm ahl-i irşad olanlardan dehşet düşenlerin şüpheleri bursallardan hal ola olmazsa Risale-i Tevhid مطالعه ederler. حالا میگه یه شبهاتی اگر پیش بیاد برید رساله توحید رو بخونید. پس این آدم یه نویسنده چیز هست، قهار حرفه‌ای هستش که اومده و این در مورد کتاباش یه توضیحی اینجا داده. ما داریم ورق میزنیم ببینیم که چی هست. احتمالا این رساله ها رو همه رو خود این نوشته، یعنی این احتمال میدم برای مثال مشایخ. همونطور که میبینید هنوز کتاب به فارسی، به ترکی هستش. اینجا ببینیم چی نوشته، birinci ikinci üçüncü اینا چیه. bildiğini yani her hakikatin kalbine istirab vakı oldu. Zira insanın kalbinde 9 مرض vardır. در قلب انسان 9 مرض وجود داره. اول مرض ettikleridir. میگه اولی چیه؟ مرض ettikleri، کارهایی که انجام دادید اون هست. ikincisi مرضleri bu istirabudur. ikinci مرضleri بیماری دوم که در قلب وجود داره استراب هستش. üçüncü مرض تنزلات ده vücudları 900'e mübeddel olup Hazretten ayrı düştükleridir. میگه حالا در مرحله سوم یه بیماری هستش که تنزلات ده وجودلری، یعنی وقتی که حالا من نمیدونم چجوری باید معنی بکنم اینجا رو، عربی و ترکی رو قاطی کرده، خیلی جالب. میگه 9 نوره مبدل olup به 9 تا نور مبدل شده وجودشون در حال تنزل، حضرت'ten ayrı düştükleridir.
از حضرت جدا افتادن، dur افتادن. Dördüncü merezleri anasır hükmünün secinde tescin olduklarıdır. Secninde, secin zindanı, secinde از عناصر حکم، حالا این چی هستش نمیدونم، حکمون زندانی شدن در زندان احکامه. Beşinci, merezleri dünyada ölenleri kalplerinde nakş ettikleridir. Ölenleri, olan. اون چیزی که در دنیا اتفاق میفته رو در دلشون جا میدن، دوستش دارن. یعنی altıncı merezleri akvaller yale ve akvalleriyle ve efalileriyle zulümati, günah ve nurani hicab قرارdıklarıdır. حالا اینجا ز نوشته، من به نظرم میاد که تاریکی باید باشه، نور رو با حجاب سیاه کردن. حالا دیگه این آدم داره توضیح میده در مورد این بیماری ها. Yedinci merezleri kalplerini suluke edecek nesneler ile munis ettikleridir. اگر ثواب و اگر خطا. میگه حالا قلبشون رو با گناهان، با اون کارهایی که باید انجام بدن و اینها، با اون نسنه ها مونس کردن خودشون رو. Sekizinci merezleri kalplerini کسب و کار نشک yeşine munis ettikleridir. نشک yeşine به کسب و کار و نشک و yeşine، یعنی به اون کاری که دارن مونس کردن اینا رو. Dokuzuncu merezleri kalplerini cehalete ulaştırmakleridir. و نهمی هم اینه که قلبشون رو به جهالت میرسونند. ulaştırmak به جهالت رسوندن. حالا یه تقسیم بندی داره میکنه که نمیدونم، برای منی که با عرفان دور هستم، با این مفاهیم دور هستم، یه مقدار خیلی قابل ادراک هستش، نمیتونم حس بکنم یا درک بکنم، برای اینکه اونها یه مراحلیه که باید انسان وارد بشه. همونطور که تا زمانی که یه دختر مادر نمیشه و همونطوری که یک مرد پدر نمیشه و همونطور که یک نمیتونه کار مادرش رو بفهمه، مادامی که حتی تازه عروس بچه نداره، باز مادرش رو درک نمیکنه تا زمانی که بچه دار بشه و با سختی های بچه آشنا بشه، تازه متوجه میشه که مادرش چه فداکاری هایی کرده مثلا. یا وقتی که پدر بشه، تا اون زمان که پدر نشده هنوز داره با زنش عشق و حال میکنه دیگه، خیلی متوجه قضیه نیست. وقتی که بچه دار بشه، حالا باید بره دنبال رزق و روزی. حالا برای زنش خیلی چیز نبود، میگفت دختر بیگانه است دیگه، به من چه، لازم شد میره خونه پدرش. ولی الان که بچه داریم، این پسر منه، این دختر منه، باید براش زحمت بکشم. و تا اون لحظه حتی پدر هم میشه سالها میگذره تا نرسه به پیری پدر، نمیتونه پدر رو درک بکنه. من خودم میگم، من اینها رو تجربه کردم، در نتیجه از تجربه خودم میگم، من ربطی به من نداره که عرفان چی میگه. در نتیجه شما باید یه چیز رو تجربه بکنید و این تجربه تا زمانی که انجام ندادید چیزی به دردتون نمیخوره، درک نمیکنید. من هم نمیدونم الان این آدم این چیزا روش گفته درست غلطه، نمیتونم بگم که غلطه، نه، برای اینکه من این تجربه نکردم، در نتیجه نمیتونم بگم که وجود داره نداره. زمانی میتونم بگم که این درسته یا غلطه که برم اون مراحل رو، اون تجربه ها رو تحت تعلیم یه استادی درک بکنم، زیست بکنم و بگم که اوکی، نه این تجربه، نه اون نیست. کتاب بعدی حاضر رسالت شریفه اسمها مقدمة الصالحات في طریق التصوف والاعتقاد والخصاصه. این هم یک کتابی است در مورد صالحات و طریق تفحص و اعتقاد و خاصیت ها و خصوص اخلاق و اینها.
باز هم این هم به نظر من به ترکی نوشته. الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا. اینا رو عادت کردیم دیگه، همینجوری نوشته، اگر ننوشته باشه ما میخونیم. قال الله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. قال الله تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. و قال الله تعالی واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. قال النبی صلی الله علیه و سلم حالا افضل الذکر لا اله الا الله. ای طالب حق. حالا از اینجا ترکی شروع میشه، نگاه کنید کتاب از اینجا ترکیه. ببینید عرفان و این چیزایی که اینجا میگه، توحید و اینها، یا اون مراحل نهگانی که الان خوندی، ببین اینا یه مراحل روانی درونی آموزشی تجربیه. شما باید برید پیش یه عالمی، یه انسان، نه ملاها، منظورم ملا نیست، ممکن شما برید یه انسانی ببینید که ریش سفید رو با تیغ میزنه ولی عارفه، انسانی که خود ساخته است، یه مراحل روانی رو به یه چیزای اعتقاد داره، بر اساس اون زیسته، تجربه کرده. شما برید پیش اون، بر اساس ظرفیت و تجربه و دانش و تجربه‌ای که از این به بعد به دست میارید، شما رو یواش یواش دست فکرتون رو میگیره، دست احساستون رو میگیره، شما رو از یه مراحلی به مراحل دیگری عبور میده. خب این یه تخصصه، گرچه علوم امروز این رو منکرن، ولی ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. گرچه ممکنه عقل ما نپذیره. خب گفتیم عقل بر اساس تجربه و جامعه شکل میگیره. عقل در ایران الان دنبال مال و ثروت یک روزه است. هر روشی چی شده، دیگران معتاد بشن، دیگران کشته بشن، دیگران مالشون رو بدزدیم، کلاه سرشون بذاریم. الان عقل در ایران تو این زمینه کار میکنه، در زمینه انسانیت و عشق و وفا و اخلاق و اینجور چیزا دیگه کار نمیکنه. حالا اینجا این آدم اومد شروع کرد به اینکه ای طالب حق اولنلر آنه اولوب آگاه اولون کی بو فقیر چیه. این دوباره خودشو گفت علی که عیسی خلیفه اغلو احمد دور. و این چیه؟ عیسی خلیفه اغلو احمد اسم خودشه، اسم پدرش عیسی خلیفه اغلویه. عیسی پدرشه، خلیفه اغلو پدر بزرگشه، اینجوری بگیم بهتون دور. و اینجا حالا یه چیزی نوشته من نمیدونم، ویدور قطب العارفین شیخ علاءالدین، همونجا خودشو قبلا معرفی کرده بود. نویسنده این کتاب کلا این آقا هست، احتمالاً کتابای قبلی رو هم ایشون نوشته. دوباره اینجا میاد خودشو به اون شیخ منتسب کرد، گفتش که شیخ علاءالدین اشاقی دندور بی اختیار طریق تصوف چون قلبی میزه مطلعا اولونان معتا عطا، یعنی معتا عطا oğlanlardan yazıldı. 2 kitap oldu. Birinin ismine Camül Esrar denildi ve birinin ismine Risale-i Tevhid denildi. Ama onlar bahri amiglerdir. Onlar bahri amigand. Onlara mutala edenler heyrete düşüp düşerler diyor ve hem olunduğu sebepten bu tariq tasavvufun muqaddematından ihtiyarıyla birkaç kanun kulli beyan olundu. Fahmi ve zebti asan olsun için ve ismine mukaddeme denildi. Eğer bazı mahallide şüphe vaki olursa ol bahri amiglerden görüler. Mesela abd-i mükellef üzerine olan vacip olana la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip ve müminlerin cemi igraratındakilerine igrar ettiklerine dil ile igrar edip ve kalbi ile tasdik etmektir. Ondan sonra bu binanın üzerinde 4 bina dahi kurmaktır ki 5 öle.
یعنی حالا میگه اول باید این محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله رو بگی، بعد بر روی اون 4 بنای دیگر بسازی که بشن با هم 5. birinci salate, ikinci savme, üçüncü ve dördüncü gücü terse hac. Gücü yeterse haccıdır ve zikrüdür. İslam binası bunlardır. حالا سومی و چهارمی چی شد؟ شد اگر تواناییش gücü yeterse، اگر توانایی داشته باشه حج بره و ذکر بگه. اینها به ناحیه اسلام قال النبی و دیگه از اینجا شروع میکنه دوباره این کتاب رو ادامه میده و ما این کتاب رو هم با کتاب جالبیه، تخصصی هست، شاید به نظر بعضی ها علمی نباشه، ولی شاید هم به خاطر اینکه مثلا فکر بکنی که تلپاتی رو الان خیلی قبول میکنن، خب در حالی که نمیدونم هیپنوتیزم رو قبول میکنن، نمیدونم یه چیزهایی رو قبول میکنن. وقتی اونا رو قبول میکنن چرا نباید عرفان رو قبول نکرد؟ چرا نباید تجربه غربی ها رو قبول کرد ولی تجربه شرقی های مسلمان رو رد کرد؟ اینو من خیلی ازش سر در نمیارم. حالا این کتاب رو هم اجازه بدید که دیگه خیلی درگیرش نباشیم. کتاب ترکی هستش، بسیار زیبا نوشته شده. به نظر من ترکیت این کتاب بهتر از ترکیت کتاب‌های قبلی که خوندیم، برای اینکه اینجا درسته از کلمات عربی باز هم استفاده میکنه، اما به نظر من کاش فقط اینو استانداردش مینوشت که من میتونستم بازسازی بکنم لهجه خودشو، لهجه یا اون استانداردی که اون زمان این نویسنده بهش اعتقاد داشت و بر اساس اون کتاب رو مینوشت. کاش این کتاب رو استاندارد میکرد، یعنی صداها رو روی یا زیر حروف میذاشت تا ما بدونیم که صدای این حروف چی هستش، برای اینکه این حروف بدون صدا هستند و ما صدا رو باید از ذهن خودمون بر اساس تجربه امروزی خودمون صدا گذاری بکنیم و این درست نیست. برای اینکه این کتاب اگر 500 سال پیش 800 سال پیش نوشته شده باشه، احتمالاً صداهای کلمات متفاوت از اون صداهایی که ما امروزه داریم، تا کلمات هم متفاوت باشه، تا نوع و شیوه بیان کلمه هم متفاوت باشه. به هر حال کتاب به نظر من، حداقل برای من، خوندن این کتاب آسان‌تر به نظرم رسید. شاید به خاطر این باشه که این کتاب الان به خاطر اون که استاندارد استفاده نکرده، از علائم صدای استاندارد استفاده نکرده، من بر اساس تجربه امروزی خودم و سواد امروزی و لهجه جغرافیایی که خودم زیست شدم و بزرگ شدم، بر اساس اون دارم این کتاب رو میخونم. شاید به این خاطر برام آسون برسه، آسون میاد این کتاب. ولی به هر حال این کتاب تخصصیه، یه رشته خاصی، اگر نگیم علمه، یک رشته تخصصی خاصی که درش لغات و کلمات بسیار متفاوتی با معانی متفاوتی به کار برده شده که اگر ما اون کلمات رو با اون معانی که در اون تاریخ و تاریخ قبل از اون به کار برده می شده آشنا نباشیم، قطعا درک ما از این کتاب و مفاهیم اون غلط خواهد بود. حالا باز اینجا دیگه این آدم فکر نکنم که بیاد و تاریخ بذاره، برای اینکه خودشو اونجا معرفی کرد و گفتش که چی برید. رساله روزة الواصلین کتاب دیگری هست به ترکی، دوباره این رساله هست. اینا هر کدوم یه کتابه. در گذشته چون کاغذ بسیار گران بود، همونجوری عرض کردم، کتاب رو خلاصه می نوشتن، مثل امروز که من خودم شخصا، حالا قبلا یه جایی گفتم دوباره اینجا تکرار بکنم. ببینید وقتی من در روزنامه سلام شروع کردم به نوشتن، روزنامه سلام بر اساس سانتی متر نوشتار پول میداد، یعنی سانتی متری اندازه میگرفتن طول سطر و تعداد سطرها رو ضرب در هم میکردن، میگفتن آقا این آدم مثلا 500 سانتی متر امروز تو روزنامه مطلب نوشته، این 500 هر سانتی متر مثلا فرض بکنید که 5 ریال بود، جمع میکردن، یا 1 ریال بود، نمیدونم، جمع میکردن، میگفتن که ضرب در سانتی متر، ضرب در اون مبلغ، میگفتن آقا اینقدر پوله. در نتیجه ما باید داخل این مطلب آب میریختیم، نه اینکه خلاصه مطلب با مثال هایی، با این ور اون ور کردن این مثال هی کش میدادیم تا پول میتونستیم بگیریم زندگی بکنیم. خب واقعیت رو دارم حضورتون عرض میکنم. در نتیجه من تبدیل شدم به طویل نویس، کسی که یه فکر رو نمیتونم خلاصه بگم. در
گذشته چون کاغذ نبود و اینها چند جا هم این کتاب رو، کاغذ رو و حقوق رو برای این نویسنده میدادن، یا اینها به یک نهله فکری، یه موقوفه وابسته بودن، یه نهله فکری یا یه گروه فکری وابسته بودن که اونها خورد خوراک اینو میدادن، کاغذ این رو میخریدن، جای خوابش رو میدادن، یعنی یه خونه براش مثلا کرایه کرده بودن، این اونجا می نشست میخورد و میخوابید و زن و بچه زندگی میکردن و لباس و ایناشو میگرفت و حمامش ایناشو میرفت، کاراشو انجام میداد دیگه، اونجا براش انجام میدادن، یه مبلغی هم جیبش مثلا میذاشتن حالا آخر سال و این زندگیشون اونجا انجام میداد. یکی هم افراد بسیار پولداری بودن که اینها هم سفارش میدادن، مثلا علما بیان، اینها با علما، برای علما پول میدادن، ثروت میدادن، ازشون استفاده میکردن به عنوان مشاور یا به عنوان معلم برای بچه هاشون و دیگران. بعد اصلی هم دربار بود. دربار مالیات های بسیار زیادی را، ورگی از تمامی نقاط مملکت جمع میشد اونجا و اینها میتونستن هزاران عالم رو در گوشه و کنار مملکت به کار بگیرن و حکم بدن و پول رو از خزانه بدن. به این شکل بود که کتاب رو میتونستن بنویسن، ولی باید باز هم خلاصه مینوشتن. بعضی از این کتاب ها که شما میبینید مثلا 100 جلد نوشته شده، یا اخیراً نوشته شده یا فقط دولت اون پولشو داده، وگرنه آدم نمیتونه مثلا یک کتاب بنویسه مثلا 110 جلد. میشه 110 جلد شما کتاب بنویسید و مثلا هر صفحه فکر بکنید که مثلا به پول الان 1,000,000 تومان باشه. شما بخواید یک کتاب 100 صفحه‌ای 100 برگی بنویسید یا 200 صفحه باشه، مثلا میشه مثلا 200,000,000 تومان. خب شما نمیتونید به هر مثلا فکر بکنید الان تلفن، الان یه تلفن میخرید مثلا نمیدونم من هیچ وقت نمیخرم، من ذاتاً نمیرم تلفن های مثلا 1500 2000 دلاری بخرم، من میدم تلفن 100 دلاری 150 دلاری میخرم که بتونم باش زندگی بکنم. من که نمیخوام باش، البته من حقیقتش اینه که با تلفن همین 100 دلاری هم شاید 50,000 دلار پول در آوردم، این هم حقیقتیه. یعنی وقتی که کار میکردیم خیلی وقتا با تلفن کار میکردیم و از طریق اون درآمد ایجاد میشد و خب پول در می آوردیم، یعنی اینم هست. ولی خب به هر حال باید از یه جای پول در میاد که ما میتونیم این تلفن رو بخریم. الان چرا حالا انسان ها به همین شکلن، یعنی حالا خیلی، حالا این کتاب آخر رو هم ببینیم از کجا شروع میشه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. حمد شول الله، از همین 1.5 سطری شروع میشه. حمد شول الله که bir laki irade mebni olan birler gibi değildir. حالا اینجا یک آب ریخته، birliki اعداده مبنی اولان، یعنی اون یکی که بر اعداد رقم 1 2 3 میگیم ها، میگه بر اونها مبتنی شدن، بنا شدن، بیرلر گیبی دیل، مثل اونها نیست. این یگانگی خدا مثل یکیه، این 1 سیب 2 سیب 3 تا سیب نیست، 1 آدم 2 تا آدم 3 تا آدم نیست. این میگه یکیه، یکی بودن خدا متفاوت از یکی بودن یک عدده، یک شیعه. و قدیمیdir یعنی قدیمی هست. قدیمliği نسبت ile مقدم olan قدیمیler gibi değil. میگه قدیمی هست اما مثل چیزی نیستش که بگیم مثلا این خونه قدیمتر از اون خونه است. این میگه نسبت ile مقدم olan قدیمیler gibi değildir. مثل اون چیزایی که بگیم این از اون قدیمی تره، مثل این نسبت نیست. بگیم مثلا این خدا از این خدا قدیم تره مثلا، نه. و آخردür و آخرنده انتها olan آخرler gibi değildir. و میگه وقتی میگم آخر هستش یعنی مثل اون آخری نیستش که انتها هست و قبلش یه چیزی هست، یا مثل اونا نیست. و وجودی واجبdir آندن غیری بر بیر واجب یoktur. میگه اما وجودش واجب هست برای اینکه آندن، برای اینکه غیر bir واجب yoktur، یعنی غیر واجب değildir، یعنی یه چیزی که غیر واجب باشه مثل اونا نیست. حالا دیگه متوجه شدیم که این کتاب هم ترکی هستش و خیلی زیبا
من گفتم من به نظرم این نویسنده که ما باید بدونیم اون 2 تا کتاب اصلیش هم اگه بتونیم به دست بیاریم، اون اسرار و اون یکی چی بود، توحید رو که اینجا داریم میبینیم، نه اون 2 تا کتاب دیگر رو، اونها رو به دست بیاریم، این ترکیش واقعا بر عربیش میچسبه. استفاده از عربی در این بسیار کمتر از اونه و به نظر من که ترکیم صفره، این به من به ترکی قرداغ خیلی نزدیکه و میتونم بگم که yaşasın قرداغ، bence قرداغlılar bunu yaradıplar. حالا فکر میکنم که این کتاب دیگه این ما هم نخونیم، اگر یه جایی یه چیزی جلب توجهمون کرد اونجا رو یه نگاهی میندازیم بریم. خط عوض شد از اینجا دوستان، از اینجا دیگه این خط عوض میشه، به نظر من از اینجاها خط عوض شد، اینجا خیلی عوض میشه، نگاه کنید کاملا عوض شد اینجا، از این صفحه نسبت به این صفحه کاملا عوض شد. البته اینم خیلی زیبا نوشته، بد نیست، میشه اینها رو هم راینن ruh melekiyeleri şerhleridir Allah'ın ruyetinde. حالا این چی هستش دیگه، بعضی از کلمات رو اینجا نتونستم بخونم. اینجا میبینیم که دست خط عوض شده و قلم، نوع خط و قلم هم عوض شده، دوباره اینجا عوض شد. از اینجا به بعد متوجه میشیم که داره از اینجا این صفحه، از اینجا به بعد یعنی از این صفحه متوجه میشیم که خط و قلم دوباره عوض شد، برگشت به همون اولیه. همشیreler برای جالبه اینجا این همشیره maaş şerhleri olsunlar ra'inin buna madde mugareneti ne mertebededir beraberlerden ve hemşirelerden bilünüp dairesine göre tabir حالا اینجا نیافتاده دیگه، اما ata amileri ana beraberleri ana ata amileri ana beraberleri ve hemşireleri nakileme namaz. حالا اینجا nafile namaz şerhleridir gerek ruhu gerek maad ve gerek maaş şerhleri olsunlar rainun bu namaze mugareneti. حالا اینجا فقط اون برادران و خواهران اینها رو خواستم بدون که اینجا برادر به کار برده. این برادر، این چیزی که برادری که در فارسی به کار برده میشه، این نمیدونم شاید من از ترکی رفته به فارسی به احتمال زیاد، ولی انگلیس ها از کجا گرفتن؟ چون اونا برادر هنوز برادر همین برادر میگن، آنا برادرلری. ببینید دایی نمیگه اینجا، دایی عربی هست، برای همین ازش استفاده نمیکنه دایی، اما عمو رو استفاده میکنه، آتا امیلری، آنا برادرلری. اینجا این صدا رو گذاشته، میتونیم بگیم که این برادر میگه نه برادر. و همشیره‌لری، نگاه کنی اینجا همشیره استفاده کرده که امروزه در زبان عربی، در زبان فارسی جاری نیست. این بیشتر ظاهرا به نظر میاد که همشیره ترکی باشه، از شیره گرفته شده. همشیره یعنی کسی که از یک شیره خورده. این به معنی شیر احتمالا نیست، این به احتمال